هر روز صدها تن از شهروندان تاجیکستان با بخش مهاجرت کره فرودگاه بین المللی دوشنبه مراجعت میکنند تا بفهمند که آیا به قلمرو روسیه اجازه ورود دارند یا خیر. آیت الله کنجایف جوانی از ناحیه عبدالرحمن جامی ولایت ختلان از این قبیل است که مدت 2 روز باز برای مشخص کردن حق ورودش به قلمرو روسیه انتظاری میکشد. Соз بود просто میگیم بلیتو مناسب زدم. رد اینترسم проверка شد. روز از روز تعداد مراجعت کنندگان به بخش مهاجرت کره در فرودگاه دوشنبه که در رژه آنلاین فعالیت میکند میافزاید. اپراتور یا تنظیمگران این بخش روزانه به 1,500 نفر خدمت میرسانند. در سال 2013 تعداد مراجعت کنندگان زیاده از 77,000 نفر را تشکیل کرد. از این شماره از 77,000 نفر یعنی مراجعت کنندگان به 9,500 نفر شهروندان تاجیکستان منع ورود به فدراسیای روسیه داده شد، یعنی که جواب داده شد. از همین بدین وسیله میتوان گفت که زیاده از 6.5 میلیون دلار شهروندان تاجیکستان در اینجا صرف کرده شد، یعنی از خراجات های زیادتی مردم آزاد شدند یا که گویم که بیهوده خراجات نکردند یا وقت بیهوده صرف نکردند. اما در یک روز طلبات برای دریافت پاسخ از 1,500 نفر هم بیشتر است. این امر باعث به آن شده است که شهروندان یا مهاجران حتی شب نیز در فرودگاه بمانند. نه بیت که میساید نمیشه چخته خدا گفته شیشته میشه و نمیشه. در همین حال مسئولین خدمات مهاجرت تاجیکستان میگویند که برای شهروندان کشور راه آسانی دریافت معلومات درباره اجازه ورود به قلمرو روسیه وجود دارد. میتوانند با محض وارد شدن به سایت فمس یا سایت خدمات مهاجرت فدراسیای روسیه که به واسطه در اونجا سنجش آنلاین براه مانده است، یعنی شهروند با وارد کردن نام و نسب، تاریخ صدور پاسپورت یعنی همون شناسنامه و دیگر یعنی که معلومات های ضروری که به واسطه می باشند، یعنی که هنگام وارد نمودن معلومات ها از داخل شناسنامه با سیستم آنلاین اینترنتی هر یک شهروند می تواند معلومات ضروری یعنی که در سر وقت بعد چند ثانیه کسب کنند. اما در تاجیکستان نه همه به اینترنت دسترسی دارند. در حالی که مهاجران با مشکل‌های زیاد روبرو می‌شوند، تنها راه حل مشکلشان را در مراجعت به اداره‌های دخلدار می‌بینند. که همین استاتیو را بفهمین که من چند رفتن نمیتونم. شما ویدوارنش دیگه که دیپارتمنت ویدوارنش کی بود چه خیلی شد همین نکنه. این هم دکبر رفتم من 18 دکبر تا منم کپیتان ایجی کو سود بردن هم خیلی 5000 اشتراک کردن هم خیلی ویدوارنی کردن هم کاغذ داد. دو مفهوم است، یکی مفهوم دیپارتاس است، دیگر مفهوم ویدوارنی. دیپارتاس این معنای بیرون کردن است و ویدوارنی مجبوراً بیرون کردن است. یکیش با قرار سود است، یعنی ویدوارنی با قرار سود صورت میگیرد و دیپارتاس به واسطه با فرمان سردار خدمات مهاجرت فدراسیای روسیه. باید گفت که پس از قبول شدن قانون‌های خدمات مهاجرت فدراسیای روسیه که بسیار احوال مسافران را مستنگ کرد، این مراجعت کنندگان خیلی زیاد شد. پیش از آن که بلیط خریداری کنند، اول مسافر یا که شهروند میخواهد داند که او اجازه ورود به قلمرو فدراسیای روسیه دارد یا نه. خوب اگر اجازه باشد بلیط میخرد، اجازه نباشد در همینجا کار و پیکاری کرده میگردد. با این هم مسئولین خدمات مهاجرت میگویند که با سبب پایین بودن سطح آگاهی شهروندان یا مهاجران در برخی از ناحیه‌های کشور، افراد علایده از این سوء استفاده میکنند. امروز اخیراً ماهای اخیر بعضی از سر و صداها نسبت آن که در بعضی از شهر ناحیه‌ها با سیستم پولکی همین گونه خدمت رسانی برای آماده است. البته کاملا نادرست است. سنجش شهروندان برای دیپارتمنت هستند یا نیستند این به طریق رایگان است و هر یک شهروند حقوق دارد که با سامانه اینترنتی از طریق تلفن‌های موبیلی که دارند وارد شوند و خود را سنجان و بعدا سفر کنند. با این ترتیب قهرمان ما آیت الله و صدها شهروندان تاجیکستان که قصد مهاجرت دارند در انتظار جوابند آیا می توانند به روسیه سفر کنند یا خیر. اگر بختشان خندد و جوابی مثبت گیرند چیپتا میخرند. اگر